دریاچه ارومیه دومین دریاچه آب شور جهان بر اثر بیکفایتی و سیاست‌های چپاولگرانه و میهن برباده آخوندها در حال نابودی و خشک شدن است. تاکنون 200,000 هکتار از سطح این دریاچه به بیابان تبدیل شده است. کارشناسان نابودی کشاورزی و حتی نابودی استان آذربایجان را پس از خشک شدن دریاچه ارومیه پیش بینی می‌کنند. دکتر کریم قسیم، مسئول کمیسیون محیط زیست شورای ملی مقاومت، طی گفتگوی کوتاه روند و دلایل نابودی دریاچه ارومیه را توضیح دادند. بحران خشک شدن دریاچه ارومیه الان بیش از 15 سال وجود داره. از طرف کارشناسان برجسته زیست محیطی اعلام خطر شده بود. از همون موقع سال به سال این اعلام خطرها انجام میگیره، بارها تکرار شده. اینها برنامه‌ای داشتن در ارتباط با بارور کردن ابرها، اعلام کرده بودن بودجه گذاری خواهند کرد که زدن زیرش، هی از این سال میاندازن به سال بعدی. چندین ساله که اهالی در نوبت‌های مختلف در 13 به در فرصت‌های گوناگون جمع میشن، تظاهرات میکنن، مخالفت خودشون رو با این سیاست‌های عدم رسیدگی و با حال خود رها کردن دریاچه ارومیه که نه تنها یک دریاچه مهم اون منطقه هستش، بلکه یکی از زیستگاه‌های اصلی پرندگان مهاجر و کل محیط زیست هستش. اینها قول و قرار زیاد گذاشته بودن، وعده زیاد داده بودن، هیچ کدوم رو عمل نکردن. نه تنها بودجه گذاری ها رو از بین بردن و کاهش دادن و سر قول وعدهشون در مورد رساندن آب از رودخانه ارس وای نایستادن، بلکه حتی رودخانه طبیعی که آب میرسوند به دریاچه ارومیه، زرین رود، هم دیگه چندان آبی به دریاچه ارومیه نمیرسه و وسط راه صرف جاهای دیگه میشه. در مجموع دریاچه ارومیه در معرض یه خطر خشک شدن و کل منطقه در معرض خطر بادهای نمکی و نابودی کشاورزی قرار گرفته و ما با یه وضعیتی روبرو هستیم که دریاچه ارومیه که زمانی مرکز حیات گوناگون برای انواع اقسام نمونه‌های حیوانی کمیاب در دنیا بوده، الان رو به خشکی نهایی و تبدیل شدن به یک در واقع کمیر نمکی داره میشه و این یک فاجعه است، نه تنها برای منطقه بلکه برای کشاورزی منطقه و اقتصاد مملکت هم عواقب مهیبی خواهد داشت. ولی دولتی که در واقع بودجه مملکت رو در مسیر تروریسم و بالا بردن امکانات نظامی برای توسعه طرح‌های تروریستی خودشون، طرح‌های توسعه ارتجاع خودشون به کار میگیرن در امور مربوط به محیط زیست و امور اولیه حفظ و حراست منابع اولیه طبیعی مملکت، کاهش بودجه، از بین رفتن طرح‌ها و انجام ندادن طرح‌های قبلی مواجه هستیم و مردم صداشون به آسمون رفته، ولی جواب اینها در مقابل مخالفت مردم با این وضعیت هم گلوله بوده، دستگیری بوده و برای مسائل و مبارزات محیط زیستی هم مردم ما بایستی شهید بدن، دستگیری بدن، زندانی بدن. این وضعی است که ما و ملت ایران با